سلام به همه همراهان عزیز و همیشگی موندفیکس. با 8مین قسمت از برنامه پالس هفتگی در خدمتتون هستیم. توی این قسمت از برنامه قرار همچون هفته‌های گذشته به تحلیل 3 نماد مهم و تاثیرگذار بازار بپردازیم و ببینیم که در هفته پیش رو قراره چه اتفاقاتی براشون رخ بده. در خدمتتون هستیم همراه با همکار عزیزم سرکار خانم نوین‌فر. خوب هستید؟ خیلی خوش آمدید. روزتون بخیر باشه. سلام، امیدوارم حالتون عالی باشه. در خدمتتون هستیم. زنده باشید. سرکار خانم نوین‌فر، ما همچنان مثل هفته‌های گذشته قرار اول به تحلیل سنتیمنتال و فاندامنتال بپردازیم و بعد بریم تکنیکال. اگر صحبتی فرمایشی هست بفرمایید. خواهش میکنم. خب برای هفته گذشته که همچنان مثل هفته‌های قبل عامل اثرگذار در واقع سخنرانی‌های دونالد ترامپ بودش. 4-5 تا هم بله، تقریبا میشه گفت هر شب سخنرانی. سخنرانی داشتن. بله. و خب توی سخنرانی‌هاشون هر سری به یه مورد خیلی مهم اشاره می‌کردن. مهمترین بخش سخنرانی‌هاشون توی هفته گذشته در واقع میتونیم به اعمال تعرفه‌های 25% بر فولاد و آلومینیوم اشاره بکنیم که همین موضوع باعث شد که طلا مجددا سقف تاریخی جدید بزنه و حالا طبق خبرها که دنبال می‌کردم اعمال تعرفه‌ها بر فولاد و آلومینیوم قرار از ماه آینده اجرایی بشه، ولی خب توی هفته جاری یه سری تعرفه‌های متقابل هم قرار اعلام بشه و این تعرفه‌های متقابل رو هم اجرایی بکنن در واقع. این تعرفه‌ها به صادرات بوده یا وارداتشون؟ در واقع میشه گفت به صادرات یه سری از کالاها به امریکا اشاره داره. صادراتی که از سمت کشورهای اروپایی بوده یا صادراتی که از چین بوده، علاوه بر تعرفه‌هایی که از قبل اعمال کردن. و خب مذاکرات صلح بین آقای ترامپ و پوتین بود در رابطه با قضیه جنگ اوکراین و روسیه. خب اتحادیه اروپا هیچ نماینده‌ای توی این مذاکرات نداشت، اوکراین هم به همین صورت. و به نظر میاد که این مذاکرات توی سطح گسترده انجام شده و حالا جدای از بحث جنگ روسیه و اوکراین به نظر میرسه که راجع به موارد مهم دیگه هم توی این مذاکرات صحبت کردن. حالا طبق سخنرانی‌های دیشب آقای ترامپ به نظر میاد توی هفته‌ها و روزهای آینده یه سری اتفاقها در این خصوص بیفته. از طرفی خب اومده اوکراین رو خیلی تحت فشار گذاشته، درگیری لفظی با آقای زلنسکی داشتن و میخوان یه جورایی اوکراین رو وادار بکنن که طبق خواسته های امریکا پیش بره. من امروز صبح توی خبرها میخوندم که ترامپ تهدید کرده که اینترنت استارلینک اوکراین رو هم قطع میکنه و خب این میتونه خیلی تاثیر منفی داشته باشه برای اوکراین در صورتی که نخواد با انتظارات آمریکا پیش بره. و چیزی که من متوجه شدم ترامپ داره یه جوری اوکراین رو تحت فشار میذاره که اوکراین به همون توافقنامه استفاده آمریکا از معادن طلایی اوکراین در واقع برگرده، چون به نظر میاد این توافق رو زلنسکی فسخ کرده و به نظر میاد این فشارها باعث بشه که این اتفاق بیفته. حالا جدای از بحث تعرفه ما هفته قبل یه سری داده‌های اقتصادی داشتیم که یه جورایی تغییرات کمی رو توی این داده‌ها شاهد بودیم. بله. ولی مهمتر داده‌هایی که هفته گذشته داشتیم شاخص ISM Services PMI بود یا همون شاخص مدیران خرید بخش خدمات که بله. اگه اشتباه نکنم به 47.6% سقوط کرد. ببخشید 49.7% بله. سقوط کرد که در واقع کمترین میزان از داده‌های در واقع 2 سال پیش امریکا هستش. ولی خب داده‌های PMI بخش تولیدی یه افزایش جزئی داشت و حالا به نسبت آخرین داده‌های 7 ماه اخیر یه مقدار افزایش پیدا کرد که تاثیرات چندانی نداشتن. بله. در کل میشه گفت که انتظارات تورمی برای آمریکا افزایش پیدا کرد. انتظارات تورمی 12 ماهه برای مصرف کننده های آمریکایی به 4.3% افزایش پیدا کرده و چشم انداز تورمی 5 سالشون هم به 3.5% افزایش پیدا کرده که میشه گفت مهمترین داده اقتصادی هفته گذشته همین موضوع بود. بله. که یه جورایی انتظارات رو برای کاهش نرخ بهره و سیاست‌های تسهیلی فدرال کاهش میده. خب انتظار داشتن که فدرال بیاد روی کاهش نرخ بهره کار بکنه، ولی خب با توجه به داده‌ای که هفته گذشته داشتیم به نظر میرسه که فعلا دور از
انتظار باشه که فدرال بیاد نرخ بهره رو کاهش بده. و مورد دیگه هم که بود برای داو جونز بود. حالا از اونجا که قرار فاندامنتال رو اول بررسی بکنیم، من همه موارد رو خدمتتون عرض بکنم. بله هفته حتما. گذشته هم داو جونز در آخر هفته روز جمعه 700 واحد ریزش داشت که تقریبا میشه گفت نیمی از سهام داو جونز اوکی بودن، افزایش خوبی داشتن. ولی خب یکی از مهمترین سهام داو جونز که در واقع سهام شرکت یونایتد هلت هستش، تو روز آخر 9% کاهش داشت. خب یه کاهش قابل توجه هستش برای یه سهام که توی یه روز بخواد تا این حد افت قیمتی داشته باشه. و میشه گفت مهمترین علتش هم این بود که وزارت دادگستری امریکا اعلام کرده که قراره بیاد اطلاعات این شرکت رو مورد بررسی قرار بدن و یه سری بازرسی ها قراره تو این شرکت اتفاق بیفته و همین موضوع باعث شد که سهام داو جونز ریزش قابل توجهی رو تجربه بکنه. بله، حالا انشالله تو بخش تکنیکالش حتما بیشتر بررسی میکنیم. من یه نکته رو بگم، ما توی خبر هفته گذشته آن ایمپلویمنت کلیم رو هم داشتیم که نرخ در واقع ادعای بیکاری یه مقدار بیشتر از نرخ پیش بینی شد، یعنی اون هم تاثیر خاص خودش رو داشت. یه نکته حالا شاید خیلی از بینندگان بهش توجه نکنن، پی ام آی که این هفته اومد مربوط به آی اس ام نبود، مربوط به اس ام پی گلوبال بود. که حالا این داده معمولا معتبرتر از آی اس ام، چون آی اس ام میاد پیش بینی میکنه صرفا. خیلی ممنون از شما. اگر موافق باشید بریم سراغ تحلیل تکنیکال و از نماد طلا شروع بکنیم مثل هفته های گذشته. خب طلا توی هفته گذشته هفته رو خیلی پرقدرت شروع کرد و اما توی 2-3 روز آخر تقریبا رنج زد و بعد از اینکه سقف هفته گذشته رو محدوده 2942 رو رد کرد نتونست بالای اون تثبیت بده و توی یه محدوده تقریبا رنجی شروع کرد نوسان زدن. با توجه به اینکه خب کلوز و تثبیتی بالای ناحیه در واقع سقف هفته قبل نداده، به نظرتون این هفته قراره چیکار بکنه؟ چون به لحاظ تکنیکالی نشانه از ادامه صعود فعلا نداده، هرچند نشانه از نزول هم فعلا نداده، ولی به نظرتون با این اوصاف قراره چه اتفاقی برای طلا تو این هفته بیفته؟ درسته. در کل میشه گفت همچنان روند صعودی پرقدرت طلا ادامه دار خواهد بله بود. قطعا. خب من این مورد رو هم اشاره بکنم که همچنان بانک‌های مرکزی دنیا از جمله چین، هند و امریکا دارن طلای خیلی زیادی رو خریداری میکنن. که همین موضوع باعث میشه که همچنان روند طلا پرقدرت روند صعودیش ادامه دار باشه و میشه گفت هیچ نشونه ای از نزول وجود نداره. حالا شاید اگه مذاکرات صلح روسیه و اوکراین به یه جای خیلی خوب برسه میتونیم بگیم که یه سیگنال منفی صادر میشه مبنی بر اینکه طلا میتونه وارد اصلاح عمیق بشه، ولی فعلا هیچ نشانه از نزول قوی برای طلا نمیبینم. ولی خب برای اصلاح بخوایم در نظر بگیریم، من انتظار دارم طلا از همین جاها وارد اصلاح بشه، یعنی یه ریزش رو برای طلا انتظار داشته باشیم تا محدوده میشه گفت 2900 تا 2907. یعنی از همین جایی که الان طلا هست برای هفته پیش رو انتظار دارم طلا یه اصلاح قیمتی بده تا این محدوده یه ریزش قیمت رو داشته باشیم. در صورتی که تو این محدوده حمایت بشه که انتظار دارم همین اتفاق هم بیفته، مجددا شاهد صعود طلا باشیم. و اینکه خب در صورتی که این محدوده رو بریک کنه و بخواد بیاد محدوده های پایین تر رو تاچ بکنه، انتظار دارم که طلا نهایتاً تا کف محدوده 2817 ریزش داشته باشه. با توجه به اینکه صعود طلا خیلی قوی هست، خب ما توی این 2 هفته اخیر انتظار داشتیم که طلا بیاد نواحی پایین‌تر خودش رو تاچ بکنه و از اون نواحی افزایش قیمت رو داشته باشه، ولی از اونجایی که سنتیمنت صعودی طلا خیلی قوی هستش، قبل از اینکه اصلا بیاد نواحی پایین‌تر رو ببینه همچنان داره به روند صعودی خودش ادامه میده. این هفته هم میتونه همین اتفاقات بیفته. ولی خب نهایتاً میتونیم انتظار داشته باشیم تا همون
اون دو ناحیه اصلاح قیمتی رو داشته باشیم، در کل طلا تا وقتی که بالای محدوده 2725 تا 2721 هستش میشه گفت همچنان روند قدرتمند صعودی خودش رو داره. خب یه نکته ای الان شما فرمودید ناحیه 2900 تا 2906 7 بله ناحیه حمایتی که بعد دقیقا هم همین بله ناحیه رو ناحیه مهمی میدونم. فرمودید که اگر این ناحیه از دست بره تا 2817 تقریبا میتونه حرکت کنه. بله خب توی مسیر خودش یه دونه 2866 رو داره، یه دونه هم 2835. به نظرتون توی این نواحی امکان ریجکت شدن و برگشت وجود نداره به سمت بالا؟ خب از اونجایی که درصد که اون محدوده رو رد بکنه، خب بله. نواحی مهم تایم بالا پیش روش هست. خب یعنی اون ناحیه رو درصدی که رد بکنه، خب ما یه ناحیه سلساید لیکویدیتی داریم برای محدوده 2865 هست. بله خب اون ناحیه اولین ناحیه هست که سر راش هستش. زیر این محدوده یک محدوده نقدینگی مهم قرار داره که کفش میشه همون محدوده 2817 2815. خب این ناحیه میتونه به صورت مگنت عمل بکنه و قیمت رو به سمت خودش جذب بکنه، ولی خب میشه گفت از این ناحیه یک حمایت قوی برای طلا خواهیم داشت. یعنی در صورتی که قیمت تا این ناحیه ریزش داشته باشه میتونیم انتظار داشته باشیم از همین ناحیه وارد مجددا روند صعودی خودش بشه، که من با توجه به اتفاقاتی که توی این 1-2 هفته اخیر افتاده بعید میدونم طلا فعلا یه نواحی پایین‌تر رو که ما انتظار داریم و توی هفته اخیر بهشون اشاره کردیم بعیده که بیاد نواحی پایین‌تر رو ببینه، ولی خب طبق اتفاقایی که داره پیش میاد و حوادثی که در واقع میشه گفت پیش بینی نشده هستش، هر روز داره یه اتفاق جدید میفته. بله حالا ما این نواحی رو هم اشاره میکنیم، ولی نهایت محدودی که میشه برای ریزش طلا فعلا برای روزهای آینده در نظر داشته باشیم همون کف 2815 میشه گفت تقریبا برای هفته پیش رو تازه زیاد هم هست بخوایم در نظر بگیریم. بله. آره یه ذره شاید خیلی زیاد فاصله زیادیه حداقل برای این شیبی که داره میره بله بالا، به ویژه اینکه کندل هفتگیش هم حالا درسته کلوز نداده بالای های کندل قبلی، ولی بدنه بسیار خوبی بسته شده و بله موافقم باتون یک اصلاحی رو داره، ولی این که تا 2817 بیاد درسته یک گپی تا اونجا داره و باید اون گپ پر بشه برای بله در واقع جمع کردن نقدینگی، ولی نمیدونم چه اتفاقی قراره بیفته. من پیش بینیم اینه که این هفته ما یک رنجی رو احتمالاً در نظر داریم، یعنی یک رنجی قراره اتفاق بیفته و شاید اون الگویی که قراره ایجاد بشه یا نمیدونم اون باکس رنجی که قراره ایجاد بشه ما رو شاید تو هفته‌های بعدی به ما راهنمایی بیشتری بده که قراره اصلاحش تا کجا باشه یا اگر قراره ادامه بده تا کجا قراره پیش بره، چون لگ اول ظاهرا هنوز تموم نشده و اون صعودی که ما میخوایم فعلا انگار همچنان ادامه داره. خب خیلی ممنون از شما. من فقط یه نکته دیگه بگم، ما توی هفته‌های گذشته تارگت دادیم راجع به طلا، یعنی پیش بینی کردیم که اگر این نواحی رو رد بکنه در واقع به نواحی جدیدتر خواهد رسید. این هم بپرسیم که در واقع این رسم رو ادامه داده باشیم. بله به نظرتون اگر حالا فرضاً که این هفته رنجی نداشته باشیم، اصلاحی هم نداشته باشیم و همچنان قدرت خریداران انقدری زیاد باشه که بتونه سقف قبلی رو رد بکنه، به نظرتون اگر رد بکنه چه نواحی رو میتونه ببینه توی هفته پیش رو؟ درسته. به نظر میاد محدوده $3000 برای طلا خیلی در دسترس در باشه، یک قدمیه. بله کما اینکه سقف کانال صعودی تایم روزانه طلا هست بله و اولین محدوده خب طبیعتا همون محدوده 3000، بعد از اون 3100 و $3117 و بعد از اون میریم برای نواحی بالاتر 3212 و $3300. خیلی هم عالی، بسیار عالی، ممنون از شما. منم خواهش میکنم. توی این نواحی تقریبا باهاتون هم نظرم دیگه، حالا چون هنوز این نواحی رو ندیده بحثی توش نمیمونه. اگر موافقید بریم راجع به نماد بعدی یعنی بله داو جونز صحبت بکنیم. بسیار عالی. خب نماد داو جونز هم همونطور که شما فرمودید اوایل توی صحبت‌های فاندامنتال خب دلیل در واقع فاندامنتال و سنتیمنتال داشت برای ریزشش، اما به لحاظ تکنیکالی هم خیلی پرقدرت بله اون ریزش رو اتفاق افتاد و یه نکته بگم، ما توی جلسه قبل هم توی قسمت قبل هم بهش اشاره کردیم که درست
در واقع ریزشش احتمالش خیلی خیلی بیشتره بیشتره. و تا ناحیه‌ای هم که اعلام کردیم یعنی 43 و 400 هم حرکت کرد. اما خب درسته توی روز آخر کلوز خیلی خوبی داد. به نظرتون با توجه به اینکه ناحیه 43100 تا 43400 ناحیه حمایتی بسیار مهمی هم هستش، به نظرتون و با توجه به در واقع قدرت کندلی که اینجا زده توی تایم فریم روزانه، به نظرتون از همین نواحی احتمال ریجکت شدن هست که به سمت بالا بره یا نه میخواد بیاد تا کف این رنج یعنی محدوده 41700 رو ببینه؟ بله، خب برای داو جونز از اونجایی که دو ناحیه مهم تایم هفتگی و روزانه سر راهش هستش، بله احتمالش خیلی زیاده که برای تایم فریم های پایین تر مثل تایم فریم های مثلا 5 دقیقه 15 دقیقه از همین ناحیه یه ریجکت قیمت داشته باشیم، داو جونز یه افزایش محدود داشته باشه، نهایتا مثلا تا ناحیه 43845 تا این نواحی 43855 نهایتا ما یه افزایش تا این نواحی داشته باشیم و مجددا وارد فاز ریزشی خودش بشه، نهایتا تا کف 42669 که یه ناحیه خیلی مهم هستش. انتظار میره که داو جونز از همین ناحیه ریجکت بشه و یه افزایش قابل توجه رو داشته باشه. ولی عرض کنم خدمتتون برای تایم فریم های پایین تر میتونیم انتظار داشته باشیم که داو جونز صعودی بشه، ولی از اونجایی که ما دیدگاه هفتگی رو مورد بررسی قرار میدیم، انتظار میره که داو جونز همچنان به ریزش خودش تا ناحیه که عرض کردم خدمتتون ریزش رو داشته باشه، در صورتی که اون ناحیه رو هم رد بکنه و زیر اون ناحیه تثبیت بده، میتونه تا کف ناحیه 41653 هم ریزش رو داشته باشه و حتی این کف رو بزنه و زیر این ناحیه تثبیت بده، در صورتی که در واقع قیمت زیر محدوده 42696 تثبیت بده، میتونه بیاد آخرین کف قبلی مربوط به تایم روزانه رو بزنه، یعنی این ناحیه رو بریک بکنه. بله ولی خب انتظار میره که از همون محدوده‌ای که عرض کردم 42696 یه حمایت بشه، افزایش قیمت رو توی این ناحیه داشته باشیم، صعود قیمت اتفاق بیفته و در صورتی که نتونه سقف جدید بزنه و به تارگت های مورد نظر نرسه، میتونه همچنان به روند ریزشی خودش ادامه بده. خب ناحیه 43100 تا 43400 که صحبت کردیم و شما فرمودید احتمال ریجکت شدنش به صورت فعلی وجود داره، بله اگر شکسته بشه ما یه دونه اوردر بلاک هم توی محدوده 42190 داریم که احتمال داره حتی تا اونجا هم بیاد و چون توی ناحیه رنج هم قرار گرفته میتونه حتی کف 41700 تا 800 رو در واقع ببینه و بعد ریجکت بشه به سمت بالا با بله توجه به اینکه روند کلی فعلا صعودیه. درست. اگر از همین جا که در واقع الان وجود داره یعنی محدود 43400 دلار اگر ریجکت بشه، فرمودید که احتمالا یک اصلاح داره، بله چقدر احتمالش رو میدید که از همین جا برگرده و بخواد بره سقف جدیدش رو بزنه؟ خب در صورتی که فقط عوامل تکنیکالی رو در نظر بگیریم، بله انتظار دارم از این ناحیه افزایش قیمت داشته باشه، ولی نه به هدف این که بره سقف جدید بزنه، در حد اینکه خب یه سیو سود انجام بشه، بخشی از ایمبالانسی رو که به جا گذاشته بره این ایمبالانس رو پر بکنه و انتظار دارم که به لحاظ تکنیکالی این ریزش همچنان ادامه داشته باشه. ولی خب عوامل فاندامنتالی و سنتیمنتالی خیلی مهم و تاثیرگذار قطعا هستن. باید ببینیم این هفته چه اتفاقاتی در پیش هستش و به لحاظ سیاست‌گذاری‌های دولت ترامپ چه اتفاقاتی میفته. ولی خب از اینجا انتظار ریجکت دارم در واقع تا ناحیه همون محدوده‌ای که عرض کردم خدمتتون 43 که و 800 تقریبا. بله در صورتی که بخواد خیلی قوی این محدوده رو رد بکنه، نهایتا تا ناحیه 44400 هم میتونه بره. ولی خب میگم من دیدگاهم روی داو جونز بیشتر به نزول هستش تا به صعود. بله حالا من سوالم رو یه جور دیگه بپرسم. قطعا عوامل فاندامنتال و سنتیمنتال
تاثیر میذارن که باعث میشه این جنس کندل ها بله. زده شده باشه. سوالم رو از نگاه تکنیکالی بیشتر پرسیدم که چه نوع کندلی باید زده بشه، به چه شکل باید ریجکت بشه و چه نواحی باید دیده بشن که ما دیگه دیدگاه ادامه اصلاح به سمت پایین رو نداشته باشیم و بگیم خب الان دیگه این اصلاح تا اینجا کافی بود و از الان به بعد قرار حرکت به سمت بالا باشه. حالا عذر میخوام من اینم بگم، مثلا از نگاه تکنیکالی همین کندل نزولی آخر که در روز آخر اتفاق افتاده، اگر روزی که در واقع روز دوشنبه که باز میشه، اگر با یک کندل همین کندل اینگالف بشه کاملا، میشه نگاه رو بر این داشت که شاید بخواد نواحی بالاتر رو ببینه. من سوالم بیشتر از این بله. زاویه بود. خب بفرمایید. خب من انتظار دارم قیمت بیاد کف 41765 رو بزنه. خب در صورتی که قیمت بیاد این محدوده رو یه هانت بکنه و خیلی سریع بتونه ریزشی رو که در واقع اتفاق افتاده پس بگیره، انتظار داریم قیمت بره سقف جدید بزنه. ولی در صورتی که این کف 41000 رو در واقع 741 میشه، در صورتی که این ناحیه در حد هاند زده نشه، یعنی کندل بیاد زیر این قیمت، زیر این عدد بسته بشه و در واقع قیمت زیر این محدوده تثبیت بده، خب نمیشه انتظار زدن سقف جدید رو برای داو جونز داشته باشیم. ولی خب این یکی از اون نواحی خیلی مهمی هست که من برای داو جونز در نظر دارم که انتظار میره از اونجایی که این محدوده ویکلو هستش، بله. خب انتظار میره این ناحیه زده بشه. ولی خب در صورتی که قیمت تا این محدوده نیاد، من نهایتا از 42681 انتظار ریجکت قوی برای قیمت رو دارم. ولی خب در صورتی که قیمت بخواد سقف جدید بزنه، دیدگاه در صورتی میشه گفت به این سمت میره که این ویکلویی که عرض کردم خدمتون زده بشه، این در واقع هانت بشه، نقدینگی این محدوده جمع‌آوری بشه و از همین ناحیه میتونیم انتظار صعود پرقدرت داو جونز رو داشته باشیم و حتی میتونه بره برای زدن سقف‌های جدید. خیلی هم عالی. فقط نکته‌ای که میمونه اینه که ما فرض کنیم از همینجا ریجکت بشه، خب یعنی دقیقاً از همین نقطه‌ای که کلوز داده، یعنی 43407 ریجکت بشه و به سمت بالا حرکت کنه، یعنی اصلا درست. خریدارا اجازه ندن که نواحی پایین‌تر دیده بشه. چه اتفاقی باید بیفته، چه ناحیه‌ای باید دیده بشه که ما بنا رو روی این بذاریم که داو جونز از همین نواحی در واقع میخواد به سمت بالا حرکت بکنه و اون رشدی که قراره در واقع سقف رو بشکنه، اون مومنتومی که قراره سقف قبلی رو رد بکنه رو بتونه فراهم بکنه. درسته. خب در صورتی که قیمت از این ناحیه ریجکت بشه که احتمالش خیلی زیاد هستش که این اتفاق بیفته، بله. خب قیمت اومده در واقع محدوده دیسکانت خودش رو خیلی ریز تاچ کرده، میشه گفت احتمالش خیلی بالا هست که داو جونز از این ناحیه صعودی بشه. ولی در صورتی که قیمت محدوده 44800 رو بتونه بالای این محدوده تثبیت بده، یعنی بالای این ناحیه BOS بده که محدوده 4 ساعته هستش، میتونیم انتظار داشته باشیم که قیمت میخواد بره و سقف جدید بزنه. توی تایم فریم هفتگی هم اوپن کندل ما 44560 تقریبا و اگر حالا کندل تو نگاه هفتگی اگر بخوایم بهش نگاه بکنیم، اگر کندل این هفته بتونه بالای این ناحیه هم در واقع کلوز بده، خودش درسته. میتونه دلیلی بر بالا رفتن در واقع داو جونز بشه. خیلی هم عالی، ممنون از شما. خواهش میکنم. خب نماد یورو به دلار هم هفته گذشته حرکت خاصی نکرد، علیرغم هفته قبلی که رشد خیلی پرقدرتی رو تجربه کرد، حدود 1.5%، 1.6% رشد کرد. هفته گذشته یک اصلاح خیلی جزئی در حد 0.3% رو تجربه کرد در کل هفته و کندل خیلی معمولی بس که نمیشه گفتش که ادامه صعوده، نمیشه گفتش که قرار از این ناحیه اصلاح بشه. نظرتون در رابطه با یورو چیه؟ این هفته به نظرتون قرار ادامه روند صعودی رو، یعنی از همین نواحی رنجی که تشکیل داده، به نظرتون قراره به سمت بالا حرکت کنه یا نه قراره مجدد به سمت کف رنجش، یعنی محدوده حداقل 1.03 حرکت بکنه؟ برای یورو بله. همونطور که خودتون اشاره کردید، ما هفته آینده حرکت خیلی قابل توجهی رو نداشتیم
و اینکه خب انتظار داشتیم که حداقل یا بیاد سقف قبلیش رو رد بکنه یا اینکه به نواحی پایینتر ریزش داشته باشه که تقریبا تو همون ناحیه رنج خودش باقی مونده. بله. ولی انتظاری که میشه برای یورو داشته باشیم این هستش که حداقل تا ناحیه 1.053 یورو افزایش قیمت داشته باشه، یعنی تا این ناحیه سقف قبلی خودش برای تایم روزانه افزایش قیمت رو داشته باشیم. در صورتی که نتونه این محدوده رو رد بکنه میشه گفت که مجددا وارد فاز ریزشی خودش میشه که من دیدگاهم برای یورو بیشتر روی صعود هست. انتظار دارم برای کوتاه مدت یه افزایش قیمت رو تجربه بکنه، یه صعود رو داشته باشیم، در صورتی که همین سقفی که عرض کردم محدوده 1.053 میشه. بله. این ناحیه رو رد بکنه. اولین محدوده‌ای که سر راهش هست 1.059 هست. خب دو تا ناحیه خیلی مهم بالای این محدوده قرار داره که نهایتاً میشه گفت قیمت میتونه تا ناحیه 1.068 هم افزایش داشته باشه. میشه 1.06838 در واقع. ولی خب در صورتی که بتونه این سقف قبلی خودش، یعنی اون سوینگ های قبلی رو رد بکنه، این اتفاقات انتظار میره که بیفته. ولی در صورتی که این ناحیه رو نتونه رد بکنه، ریزش قیمت میتونه تا کف‌های پایین‌تر محدوده 1.02088 هم میتونه ادامه داشته باشه. خب یه نکته شما فرمودید که اگر 1.053 که سقف 27 ژانویه هم هستش بتونه عبور بکنه تا 1.059 میتونه حرکت بکنه. بله. خب ما یک روز قبل دقیقاً اون سقفی که شما فرمودید در واقع سقف 1.063 رو داره. به نظرتون خب با توجه به اینکه سقف مهم 1.053 خیلی در واقع ناحیه مهمی هست، اگر رد بکنه ناحیه مهم بعدی 1.063 نمیتونه باشه، چون سقف بالا در واقع یک سقفی بالاتر از اون ناحیه که شما فرمودین هستش. 1.063 درسته؟ بله میشه خب برای همین ششم محدوده‌ای که شما دسامبر. فرمودین میشه کف همون محدوده‌ای که عرض کردم. دو تا محدوده مهم برای تایم بالا سر راهش هست. خب اولین ناحیه همون 0.59. خب این ناحیه رو در صورتی که رد بکنه، ناحیه تایم بالا، ناحیه‌ای که در واقع کشیدم کفش میشه 1.063 34 که سقف این محدوده 1.068. بله، که این 68. ناحیه رو سر راهش داره. ناحیه خیلی مهمی هم هست برای تایم هفتگی هست و قطعا ناحیه مهمی از این ناحیه میشه گفت ریزش خیلی خوبی میتونه برای یورو داشته باشیم. از چه ناحیه 1.068؟ از محدوده 1.06850 تا ناحیه همون ناحیه که شما فرمودین 1.06367 میشه. محدوده تایم ویکلی هستش، میتونیم انتظار داشته باشیم قیمت از این محدوده ریزش خیلی خوبی رو تجربه بکنه. البته با توجه به اینکه یورو توی یه ناحیه رنج هم قرار گرفته، باید منتظر باشیم اون اسپایکی که از این ناحیه خروج میزنه چه قدرتی داره، بله. کندلا چه ایتیاری میزنه که ما بتونیم با توجه به اون در واقع قضاوت بکنیم. چون اگر ایتیار کندلا خیلی بالا باشه بعید نیستش که نواحی 1.063 تا 1.068 رو بتونه پرقدرت‌تر رد بکنه و به نواحی 1.076 و حتی 1.093 هم که در واقع نواحی مهمی هستن بتونه به اونجا هم برسه. بله، ما توی همینطور. هفته گذشته 1.085 هم من هم شما بله. در واقع با هم نظر بودیم که اون نواحی هم میتونه ببینه و اردر بلاک خیلی مهمی هم هست. شاید اگر بخواد ریجکتی بشه از اون ناحیه در واقع اتفاق درسته. بیفته. خب این ریزشی که عرض کردم خدمتون ریزشی نیست که یورو بره مثلا کف جدید بزنه. اصلاح منظورتون. بله، ولی قطعا از این ناحیه ما انتظار ریجکت قیمت و واکنش قیمت رو داریم، چون ناحیه خیلی مهمیه. در صورتی که بخواد سقف‌های بالاتر و همون محدوده‌ای که فرمودین 1.085 رو هم ببینه، از این ناحیه ما انتظار داریم یه اصلاح قیمتی اتفاق بیفته و مجددا وارد افزایش قیمت بشه به جهت دیدن نواحی بالاتر. یعنی پول بکش رو در واقع بزنه به بله، در صورتی که رنجمون. بخواد به صورت قوی صعودش رو ادامه بده، میشه اینو یه اصلاح یا پول بک در نظر گرفت برای رسیدن قیمت به اهداف بالاتر. آره دیگه که باید ببینیم ایتیار کندل ها به چه شکله.
خیلی هم عالی. اگر نکته‌ای هست، من توی بحث اصلاح هم باهاتون چون موافقم، نکته‌ای به نظرم نمیرسه بخوام بگم راجبش. همون نوایی که شما فرمودید، اول 1.028 و بعد 1.020 که شما هم فرمودید بهش اشاره کردید، دقیقا همون نواحیه و صحبتی من راجع به این موضوع ندارم. اگر نکته چیزی هست شما بفرمایید. خواهش میکنم. فقط این که برای یورو اگه ناحیه 1.04 رو از دست بده میشه بله انتظار داشته باشیم که قیمت تا ناحیه 1.02820 ریزش داشته باشه، در صورتی که موافقم این بود. ناحیه رو هم رو رد بکنه خب میاد واسه کفای پایین تر، مثلا محدوده 1.1779 این ناحیه رو هم میتونه ببینه. چه جالب، روی یورو نواییمون خیلی شبیه به هم بود. بله. خب خیلی هم عالی. نکته دیگه اگر هست؟ خواهش خیلی هم عالی، ممنون از شما، استفاده کردیم از خواهش تحلیلاتون. خب ما تلاش کردیم که این هفته هم همچون هفته‌های گذشته به تحلیل 3 نماد مهم بازار بپردازیم و ببینیم که این هفته قراره چه اتفاقاتی براشون رخ بده. امیدوارم که به هفته معاملاتتون کمک کرده باشه. کانال یوتیوب موندفیکس رو حتما سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. موفق و پرسود باشید. روزتون بخیر. خسته نباشید. زنده باشید.